نیلوفر آرتیقوی 27 ساله که طی 5 روز می شود که ناپدید است و از طرف شعبه کارهای داخلی ناحیه ترسنزاده و هم از جانب نزدیکانش شدیداً مورد جستجو قرار دارد، دیروز در ساعت 11 شب از طریق این کامراهای شهر بی خطر ظاهر شده است و مشاهده شده است که وی از این راه می آید و عبور می کند، می رود به این فست فود و از نزد فست فود می گذرد. می خواست است که به خوابگاه دانشگاه کشاورزی رود و در همین حالت از مدار کامera، یعنی از کامera بیرون می شود و تا حال هنوز هم ناپدید است. پنجم روزای ما کوفته گشتیم. ما 2 روز در ایگار کوفتیم، خیال کردیم سوم نداره، پوچش پویلو جای لباسی تنگ داره، دتانه یک جمپری سفید داره، بریجای خلاتی تنگ داره، پوش پویلج بود، کدام یک شلوبکه داده. ما در ایگار ما او را خیال کردم یگون جدا بجوشید خونه، یگون دگونه داره، یگون چی داره که 2 روز ما ریگار کوفتیم، در نوع لیس چیزی یگون جایی نکوفتگی نمود. این صورت دایخ شروع وجود حوزی مایب شده اگه دایخ نکیو ورام میکنه، ایخ نکی 5 روزید خونه گرم ندیده، نونی سری را ندیده. مایرای کوفتن واشیده بود کمی بیایم برای خونه چی حالتی باشه. طور نزدیکان نیلوفر میگویند 2 مرتبه از طرف شهر بی خطر او را دیدن، مشاهده کردن، ولی تا حال هنوز دقیقا نمیدونن که اون در کجاست و از خودش هم دیگر سراغ نداده است. ما خود ما جستجو کرده استیم. یا دا گفتم ما ای ترسنزاده و کوفتن نیفتن کنورت روی کردن، مکتوب روی کردن که اینمی گم شده است. اینمی 5م روز ما خود ما گفته استیم. یگان کس یگان کارگری ارگ ما دا یاردم نداده. خطی ما نگشته که بیا بری ما تو اینمی فلان جو ما ای کوفتن گشتیم. اینمی دختر پایلو تنش تنه که ما همی سلامتیش ما دا در کنه. چیزی باشه نباشه همی ما دا یا ما دا بسه. یک مسئله دیگر در رابطه با نیلوفر این است که وی طور خویشاوندانش میگن بیماری روحی داشته است و تنها به خاطر این، یعنی بر اثر این بیماریش شاید ناآگاهانه از خانه بیرون میشد، فرار میکند. طور میگن که وی ناپدید میشود، این طور نبوده است، بلکه وی فرار میکند و حتی پدرش کوشش میکند که او را باز دارد، نمیتواند و تا حال حاضر وی مورد جستجو قرار دارد. تنها 2 روز اول در ترسنزاده و روزهای بعد او را در شهر دوشنبه میبینند که وی در خیابان‌های شهر دوشنبه با لباس‌های تابستانه و خیلی با یک حالت عاجز قدم میزند و این بیرون از کنترل شخصی خودش به هر طرف قدم میزند، حرکت میکند، ولی نزدیکانش میگن که تا حال هنوز معلوم نیست که او اصلا در کدام گوشه شهر است و از خودش هیچ درکی نمیدهد. میرزا نبی خالقزاد شادمانی، یتیم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.